بسوزه. مامان بابا برای من سیستم خفن گرفتن. چی شده باز؟ چی میخوای؟ مامان بابا برای من سیستم خفن گرفتن برای گیم، مخصوص گیمه. یعنی ببین VIP برای گیم. من 5 سال دارم بهشون میگم سیستم برای من بخرن، نمیخرن. صبر کن ببینم وقت چیکار تو خریدن؟ سیستمی که باور نکردنیه، تمام بازی‌ها رو اجرا میکنه با تمام قدرت. و بعد توش میخواد چه بازی پلی بدیم اون وقت؟ میخوام تو کال آف موبایل پابجی موبایل بریدم با آخرین گرافیک و فرندری. صبر کن ببینم، صبر کن. گوشی برات گرفتن؟ خب آره دیگه. طول سگ 2 ساعت داری میگی سیستم تاش برات گوشی گرفتن. همین چیه حسودیت میشه؟ تو نداری؟ من دارم. مشخصات گوشی که برات گرفتن رو میتونی بگی؟ حسن حالیته؟ آره پستی که حالیمه. برای من یه گوشی با رم 2 گرفتن، گفتن بهترین گوشی جهانه. چی؟ رم 2؟ آره پستی رم 2 پرقدرت ترین گوشی دنیا. آره اوکیه، چیز خوبیه، اصلا چیز بدی نیست، اوکیه به نظرم. آره پستی که اوکیه. یک هفته بعد چی شد؟ دیروز داشتی گریه میکردی، چته؟ دیروز وسط بازی بودم، با اینکه گوشیم یه خورده لگ داشت، یهو گوشیم ترکید. عالی ترین گوشی و خفن ترین گوشی گیمی جهان بود که چی شد دست؟ اون که بود، ولی بازی‌ها میخواستن گوشی من نابود کنن تا خفن ترین گوشی جهان تو دنیا وجود نداشته باشه. ریدیاب قطعه. ببین نفس بکش بوش بره، نفس بکش. خفن ترین گوشی دنیا ها. مسخره نکن. نه